حمد به حد و ثنای به اعداد به خدایی که نور ایمان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان و هواداران شبکه صدای امید. خب راستی برادرای عزیز، ما یک دو روز پیش یک نواری کردیم در شبکه کلید اسرار. یک مادری که در شهر روسیه در مویکه کار کرده ایستاده است و ما زنگ زد، بسیار زاره کرد، گریان شد که من بیمار هستم، الحال کار کردن نمیتوانم، چندین فرزند دارم، کمتر مشکلی سخت شدگی است، مرا همه کمک بکنین که من به تاجیکستان برگردم به نزد فرزندم. در این بین فخریدین گفتن یک به نام بلاگر قطعی این مادر گپ میزند و چندین سخنهای ناجای گپ میزند و این مادر رو تهدید میکند. مادر نیست پیشاب شد به من گلوس روان کرد که امید جان مرا همین خیر شخصیت زنگ زد و مرا تهدید کرد و گپای بی‌شرمی گفت. من میترسم، خواهش میکنم کاری که مثال مرا در اینجا شرمنده نکنن، من سخت میترسم. بازی با ثبت شمیمونم گوش اندازین، از هم از اول خواهش میکنم تا آخر نوارا گوش اندازین، چون من این مادر را به خاطر الله دستگیری کردم. هر کسی که باز میخواد همین مادر را دستگیری کردن، این همین کارتای زبربنک با نام محمد صالح نورعلیویچ. خیر خطونه بگذارین تا همین مادر را به تاجیکستان برگردونیم. ان شاء الله قیامت با نزدش رفتن می نشینیم، صحبت میکنیم، نوار گرفته بهتون نشون میتیم. سر با تلفن اکای امید پراموی زنگ زد، رنگ انسان سلام علیک کرد، منم الکس گرفتم، گفت که نمره شما را گفت، ای شما را خیلی بسیار وای کرد، دشنامو کرد، ای همو گفت در کانال همو گرفتم، گفت وای مقصدی از شیطان ای وای باور نکنه، ایسو اوسو ما وای میکنم، آدم روی میکنم، شما را به نوار میگیره، شما گپ زنین، مقصد همه مشکلی تا من خودم حل میکنم، شما را به نوار میگیره و چندین مادرها را خیلی کرده و میگه مادرها زنا میکنن، ولی بعد ای خیلی مقصد نوار یگان تهمت پوچه دمه پیچونه برای همو خاطر شما پال ادرسات همه را بگوته من بیام شما را به نوار بگیرم، آدم روی کنم شما را به نوار. امید دادر جون من ای خیلی فیدنه اندازی میترسم، یا میدونم یا مسلمان نیستن، یگان گپ پدپام نپیچونن دادری جون که من برای یک فرزندم ایقا محنت مینم، ایشالله برحمان که بمی اولای کفی دستم. بسیار میترسم، به خدا میترسم، اول ای خداوند میترسم، دیم فرزند پسری من بچه های کلون میشوه، یک گپ خبر میشوه، برای همون نخواستم که خود نببینن، نه ایشالله اول ای خداوند دیم ای ایمان خودت، ای همی مسلمان بدن خودت باوری دارم، پروردگار قوتت بتی اکای امید، همی خودت یاردمم که همی به دستی هر خیلی آدمون تیم التماس چال نیستی پسکش پرتافتم اکای امید. من همو گبزنش فهمیدم که مثال من مادرم قطعی من هم صحبت شده چیزی زن یک کسی دیگر دختر یک کسی دیگر نم گرفت، من سخت ترسیدم اکای امید، سخت ترسیدم، ایمان نداره، ایمانش ضعیفه. امروز یک چند سخنهای دارم برای همین فخریدین. پیش از این یک چیز دیگر به همه شما برسونم که امروز ها میبینیم مادر تاجیک در استرویکه کار میکند، امروز ها میبینیم مادر تاجیک در مویکه کار میکند. این کاری مرد است، این کارهایی هست که به مرد زور میآید که این مادر زن است، مادر ما و شما هست. این برای ما و شما شرم‌آور است که مادر ما بره در مویکه کار کند. با جای همین مادر خودمون تصور کنیم، بعداً به قدر مادر میرسیم. باید دستگیری کنین همین مادرم تا به تاجیکستان برگردد. خب موضوع شما میکنیم درباره به نام فخریدین. اولا صدقه این نام شود. این نام زیبنده این شخصیت نیست، این نام برای شخصی هست که او فخر دین است. دین از روی او فخر میکند، نه از روی این گونه انسان. تا امروز شما دیده ایستاده که چقدر سخنها در ضد من زده ایستاده است، تهمت ها کرد. همگی شما خواهش کردین که نوار کنم به خاطر الله
من نکردم. من ایره به خدا سپاریدم. چون بعد به خدا سپار. خدا خود میگه بعد به من بسپار. خدا بعد مهلت میتید. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. یا فکر میکنن که تا ابد همین رفتن میگیرن. در من همین قدر کار گرفت، کارش نگرفتم. ویدیو نکردم تو اینکه شما نگین که مثال همین خودشه سفید کرده ایستاده است. وقتی که مادر ما و شما را امروز خسته زن میزنند و دشنامتیت و تهدیدش میکنه، این برای ما و شما شرم‌آور است. اگر که ما و شما گپ نزدیم، خب استیم. چرا یک مرد پیدا نمیشه که در همون نیجی نوگورод یک مش در دهن همی بزنه؟ چرا یک مرد پیدا نمیشه؟ یک بار در یک مشکلی افتاد، شما شاهد هستین که نوار کردیم گفتیم در حق همین برادر دعا کنید که از همین مشکل خدا رهاش کند و به ایمانش بگرداند. اما برآمد باز از اون بدتر شد. والله قسم هر سخنی میگه قسم خوردن جایز نیست و همجا ما قسم خوردم همش این تهمت است. هر کسی که پیروی همین انسان میکند روز قیامت قطع همین انسان میخیزه. روز قیامت قطع همین خلی انسان میخیزه. مثال این در روسیه هست، در تاجیکستان باشد، باید که این را جزا داد. چون که یک انسان میتوند که صدها نفر را به گمراهی برد. یک انسان میتوند که صدها نفر را از راه بد برگرداند. انسانی که امروز از آداب این باور بکنین، من نمیدونم که این را کی زایده باشد. این خود را مرد میگیرد؟ نه. نر بودن از مرد بودن فرقیت دارد. خر و گاو و سگم نر است اما او مرد نیست. خیلی فرقیت دارد. بسیاری میگن این قدر سخنها در ضد زده است، این قدر تهمت کرده است، چرا سخن نمیگی؟ مرا دشنامم برای این گونه انسان حیف است. اول سخن نکم اوست است. دشنامم. من وقت زیادتی ندارم که درباره این خیل گمراه ها و این خدر بدبخت ها صحبت کنم. من از این در دو تا قصه اسلامی کنم بهر شما، او برای من اجر و ثواب است. اما این گمراه اگر ما سری راه ایو را نگیریم، ضررش به جامعه میرسد، به نسل نورس میرسد. از این چی میآموزند؟ ای بس شرم است که در بین مردم برای این قدر سخنهای ناجا بزنی، این قدر دشنام ها کنی. حتی مردینگیش نشان دادگی است همین انسان مثل یک گدا است. کارتای خشم میگذارد در زیر ویدیوش که ما در کمک بکنین کسی که ما رو دستگیری میکنه. مردم ما یک مردمی هست که اگر همین انسان باز یک شیطانی قطعی میتوند یک کاری خیر میکنه، مردم همه با دستگیریش میکند. انسان اول توبه کنه در نزد خداوند، توبه کنه که من دیگه همین کارا رو نمیکنم، از همون قدر انسان‌هایی را که دشنام کرده است از اونها توبه کند. ما هم همین برادر میبخشیم. ما تو امروز چندین خطاها کرد، چندین تهمت‌ها کرد، ما همین بخشیدم. لیکن بازم همون که رفته ایستاده است. مادرای عزیز، خواهرای عزیز، خواهش میکنم شما احتیاط بکنید که این انسان بسیار افلاس انسان است. شما را با فند و فریب به زنا دعوت میکنه. شما را میگه که من شما در کار میاوم. این خودش باور کنین یک طلبنده است. این اگر خودش صاحب کار میشه کارتش نمیگذاشت که مرا دستگیری کنین. شما را فریب کرده با کار میبرد و با شما میخواهد زنا کند. این از ایمان به ایمان است. این پدر و مادرش آخ کردگی است. اگر آخ کرده نباشد چرا این قدر مردینگیش در بین مردم نشون میده؟ این قدر مادر ما و شما رو دشنام میتید. چرا یک کس، چرا مادر و پدر و برادر همین پیدا نمیشه که ما همین را یا که فرزندی ما از جایی که ما همین آخ کرده هستیم معلوم میشه که آخ کرده شده است. وای بر حال همین انسان. بازم میگویم تا امروز ما همین انسان دم نزدم، خب نشستم، اما از حدی بد گذشت. از حدی بد هم گذشت. به من رسید من کاردارش نیستم، اما با این مادری که بیچاره محتاج بود برای دو سمپل خسته گپ زد که مرا کمک بکنین، خسته همین بیچاره تهمت کرده، خسته همین بیچاره را تهدید کرده، همین بیچاره را ترسونده. یک مادر ما و شما که در روسیه هسته. ما بسیار میبینیم امروز ها مادرای ما و شما در استرویکه کار میکنن، کارهایی که مرد میکنن در همونجا کار میکنن. فخرالدین بازم میگویم از الله بترس به این قدر تهمتات. از الله بترس. کسی که پیروی از همین میکنه، کسی که همین تماشا میکنه، کسی که آبونه میشه، این انسان قطع روز قیامت میخیزه. هر کی را پیروی کردی با همون روز قیامت میخیزی. پیروی همین است که او را دستگیری میکنه. همین لایق موندن پیروی هست. همین لایق موندن و آبونه شدن این پیروی از همون است.
برادرای عزیز، شما حقیقت طلب کنین، حقیقت بجوین. چه کار خوبی همین را شما دیدین. حتی چندین شاعرها در وصف همین شعرهای نویسندگی هستند که سرتابه اون شعرها همه آیت قرآن و حدیث است. حاضر یک برادر ما یک شعر نویسندگی است، من میخونم، شما از همین شعر خلاصه خودتون را ببرین، شما تحقیق کنین، همین شعر معناش بفهمین، میدونین که همین حقیقت است یا اینکه ناحقیقت است. کی بودن همون انسان با شما معلوم میشه. من همین خواهم که درباره همین خیلی انسان ها نشسته صحبت کنم. باور بکنین با سگ صحبت کردن 1000 مرتبه خوبتر است از اونه که همین فخرالدین. خدا اگر خواهد که مثل همین گرداند، قسم به الله خوب بهتر است ما را خوب گرداند و فخرالدین نگرداند. فخرالدین صدقه نام مسلمانی شوی، صدقه نام اسلامی شوی، صدقه نام تاجیکی شوی، صدقه که تو در زبانت میگی من تاجیکم، صدقه تاجیک شوی. تو تاجیک نمیدونی کیه. از تاجیک تمام دنیا علم آموختگی است. امروز از تو برای تاجیک تمام مردم دشنام میشنوه. از روی تو برای تاجیک آب روی بسیاری تاجیکا پس شدگی است، قدر تاجیکا پس رفتگی است. حیف تو برای انسان. من ایره انسان نمیگم برادرای عزیز، این گپایی که من میگم همش برای شماست، برای او انسان نیست، اون نو انسان نیست، برای اون نامرد نیست. گپای مرا شما تحقیق کنین، فکر کنین که همه گپای ما کجاش خطا هست. همه این گپایی که من میگم تنها برای شما است که شما بشناسین این گونه انسان ها، در فتنه اینها نغلطین. مادرای عزیز، خواهرای عزیز، شما را اگر همین انسان با کار و با یگون چی دعوت کند، شما نروین. خواهش میکنم نروین. شما را با کار نه با زنا دعوت داره، با فند و فریب شما را زنا میکنه. آخه میگه که همون زنای ما را بگذار تا مردم ببینه. اما مثل تو ابله نیستیم که کاری حرامی تر در بین مردم بگذاریم. میلش به خاطر همین کارش، به خاطر همین گپش من یک چند سخنوش هم میمونم و یک ویدیوش هم میمونم. شما خودتون تماشا کنین میفهمین که کی بدنشه. من برای پسانی یک انسان نگفتم پستا که جوش پس میزنی او این خود پستا من کجای پس بزنم از پستا خوب برادرای عزیز، از ما شعر میخونیم، بخشی که از روی تلفن میخونیم، از یاد نمیدونیم. صدقه این گونه شعر شود. این شعر برای این انسان حیف است، باور کنین. اما این شعر به خاطر شما نویسندگی حضرت که شما بشناسین و شعر گوش اندازین، شما تحقیق کنین که همین شعر کجاش خطا است. همین شعر فهمین، همون انسان ان شاء الله که میفهمین. خوب گوش اندازین. فخرالدین بشنو زیمایان یک نصیحت همچو دوست. فعل زشتی تو زیاد است و قرین چومو بپست. ای که از دین نبی لاف میزنی، لافت چی سود؟ در تو از اخلاق انسانی چی چیز دارد وجود؟ جز تبهکاری چی کار کرده ای در دین خیشت؟ میزنی هر لحظه دوستانی خدا را سنگ و نیشت. در کجا خوانده که تحقیر مسلمان میکنی؟ هم اهانت بر همه فردی به ایمان میکنی. بر روان خواهر چادر بسر دشنام چرا؟ هم حقارت بر روان جمله خاص و عام چرا؟ کودک گوهاره را دشنام نمودن ابلهی است، در حق آن مادری تاجیک جکیدن ابلهی است. مادری تاجیک چو سینا و چو عطار آفرید، لیک حیرانی تو هم که کی تو را بد آفرید. مادری تاجیک چی بد کرده است که دشنامش کنی؟ با حقارت های زشتت پست و بدنامش کنی. شأن تاجیک تا به اوج کبریا هم رفته است، نور نامش در تمام نقطه ها تابنده است. حیف آن پیستان مادر که تو را شیر داده است، افسوسی آن که تو را این گونه ابله زاده است. فخرالدین پیش از دم جانسوز مرگ بیدار شو، بر خود و بر جملگی تاجیکان غمخوار شو. لافی از احکام اسلام میزنی بیچاره‌وار، روح پیشوای معظم را مگردان بیقرار. امر دین را پهن کردن کار شخصی دیگر است، چون که مقصود تو تنها جلب اموال و زر است.
هیچ کسی را تو به چشم کم نبین ای بیخبر. ای مگر با چشم کورت میکنی دنیا نظر. دین الله به نیاز است از تو و از پند تو. چون شیاطین گشتن اندر حیات پابند تو. گر تو را خیر نهان از عذر خواه از خاص و عام. پیش ز مردن توبه کن از این همه کاری حرام. حیف آنه که تو را داده ز پستانش گوهر. در درختی عمر تو از نیکی ها نامد ثمر. افسوس نام نکوی تاجیکی در شأن توست. بوی خون زشت گویی ها یقین در بطن توست. من تو را تاجیک نمیگویم، من تو را تاجیک نمیگویم که تاجیک دیگر است. از تو دیده برگ اشجار و گیاه بهتر است. پند شاعر بپذیر راه سعادت دریاب. قلب خویش اندر آتش الله مکن کباب. ای خدایا بنده اقبال سوی تو دست بر دعاست. در دری درگاه تو به شبهه او مثل گداست. ای تو میخواهم هدایت کن ورا در راه راست. ورنه اندر آتش دوزخ مدام آب و اداست. بخشش زیاد که کمتر شاید که بعضی جایهایش را خطا خونده باشیم، چون از یاد نمیدونیم این در پیشمون فرماندگی هست و هم به این نظر کرده ایستادیم، چشممون زده ایستاده است. خب برادرای عزیز، خودتون یک خلاصه خود را ببرین. کی را پیروی کرده ایستادین؟ کی را دستگیری کرده ایستادین؟ از او شما چی آموخته ایستادین؟ تنها دشنام، تنها حقارت، تنها پسزنی، غیبت، تهمت. بدونین که تهمت از اینا بدتر است. من هر سخنی میگم، من با صدها دلیل میگم که من دروغ نگفته ایستادم. خدا زبانی دروغگو را قاق میکند، گنگ میگرداند. من هر سخنی میگم این خود عیان است. شما سرتاپا خودتون دیدگی هستین. شاید که بسیاری برادرها دیدگی نباشند. حتی این برادر بسیاری، این نوبرادر، بخشش که برادر گفتم، حتی این افلاس بسیاری برادرها را فریب کرده، حق اونها را، پول اونها را گرفته است و باز با اونها همون مردینگی خش نشان دادگی های که همین مردینگی ما در دهنت میزنم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. سخنهایی هست که از مسلمان نیست. اگر ما با حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، با آیات های قرآن اگر که مقایسه کنم، این انسان مسلمانش اصولیست از کافر در پست است با دلیل ها. خب شما خود شاهد هستین که همین انسان یک بار خدا نشان داد، امتحان گرفته ای که بترس از عذاب خدا، بترس. خداوند دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره لیکن سخت میگیره. یک بار امتحان از سرش گذران، عبرتش نشد. اما این گناه انشاءالله باوری دارم که خدا چنان میزند که دیگر پشیمانی سود ندارد، سود ندارد. باور کنید خیلی نختون با چشم سرتون دیده ایستادین که چه کارها کرده ایستاده است. یک شعری است فراموش کردم، زاده خر میگه همیشه خر باشد. از خر به دنیا میبیاید، از خر گاو به دنیا نمیآید. این پسندی به پدر و مادر این نیست. شاید که پدر و مادر این گونه نباشند، شاید که بهترین شخص باشند و همین یک افلاس در بینشان افتیده باشد. شاید آخوش کرده سرش کرده رفتگی باشند. اگر این در تاجیکستان میشد، من به خاطر خودم نه، به خاطر دیگر کس نه، به خاطر الله من همه دهنش میشکستم، به خاطر الله. چون که این گونه مادرها را دشنام داده ایستاده است. نخواه یک مرد پیدا نشود در همون نیژنی نوگورود جلوی همین انسان را بگیره، یک شتشپش کنه. این روی اسلام دین ما همه قبول میکنه. این تهدید نیست، این فرمان دادن نیست. اگر ما جلوی این گونه انسان ها را نگیریم، زبان این گونه انسان ها را نبندیم، نسل نورس ما ویران می شود، جامعه ما رسوا می شود. به خاطر جامعه، به خاطر وطن، به خاطر اسلام، به خاطر مادر و خواهر و اقوامون ما باید این انسان دست و پاش بشکنیم. باور بکنین اگر این گونه انسان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه میشد، قسم به الله گردنش میگرفت. حضرت عمر گردنش میگرفت این گونه انسان. نخواه مادر ما و شما را دشنام کنند ما همه خب بشینیم. نخواه از عهده یک انسان نبریم که این انسان مادر همه ما و شما را حقارت کردگی هست. یک مادر همه ما و شما هست. باز میگوید که ما کسی که گپ زنه ما گپ زن فلان میکنم. نعوذ بالله. نخواه یک مرد نباشد در همون نیژنی نوگورود. نخواه یک مرد نباشه که همه بدبخت
دست و پاشش بشکنه. تأخیر این به همه ما و شما، به همه مردم تاجیکه. برادرای عزیز، کجا رفتین؟ کی را پیروی کردین؟ کی را گوش کردین؟ در کی لایک گذاشتین؟ این یک افلاس است. این 100 تا اکانت زیاد دارد. می‌دارد با 100 اکانت صدها گپ‌های حرام می‌نویسد. خب اگه چند تا داشتم نداشتنش ایلام که میلیون تا داشته باشد ما پروایی نداریم، لیکن کاری کنن که با جامعه فایدهشون برسن، نه اینکه ضررشون. خوبی کردن نمیتوانی، بدی مکن، لااقل بدی مکن. ما بسیار بدار دیدگی هستم که عاقبت خوار و ذلیل شده مردگی هستند. انا همین گپ فراموش نکنین که چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوز از شب سوزد شب دیگر نمیسوزد. این ظالما این بدبختا تا دم مرگ ای خلی نمیرن، روز عزوزها خداوند خوارشون میکند، خدا ذلیلشون میکند. خیر خلاصه ببرارین، چه پادشاهای بد بدن، چه منصبدارای بد بدن، عاقبت چگونه مردن؟ چگونه مردن؟ مرده شده یاد بیارین. چه در زمان زکریا که او بدبخت چقدر حضرت زکریا را عذاب داد، حضرت مریم چگونه عذاب دادن، همونو چگونه مردن، چگونه عذاب کشیدن. خدا دیوانه شان کرد، خدا از مال و مال گرفتشون، خدا خوار و ذلیلشون کرد، بکشون که مردم در عیان شد مردنش. چه فرعون باشد، چه ابو جهل باشد. شما یک خلاصه برارین از همین ها خودتان میفهمین. یگان بد خوب نمیمره انشاءالله، یگان بد خوب نمیمره. اگر بمره انشاءالله که جاش جهنمه. در اینجا کار در آنجا نخل بردار. هر چی کاری دی حاصل همون را میدروی. حاضر اگر ما و شما گندم بکاریم جو نمیدرویم. به همین سبب اگر ما و شما دشنام دادیم حاصل دشنامون را میگیریم. زبان انسان دوزخ میکشونه. زبان آدمی دوست و هم قاتل برای اوست، ز یک گفتار ناجای بزیر دار میگردد. زبان هم جان میدید هم جان میگیرد. سخنی نه گفتی شیرین که گفتی در قلب مردم میداری و خدا عزتت میتیه و ثواب میگیری. و سخنی بد گفتی روز عزوزها تو را به ته دار میکشونه. این انسان فکر کرده است که همین گونه هست. نه برادرانم، نه. روزی میشد که همه انسان شما اینا شاهد باشین، خدای ما شاهد، شما هم نیست شاهد باشین که همه انسان در یک بلای گرفتار میشود و مرگ همه انسان انتظار باشین که همه چگونه میمره. اگر توبه نکنه، ما این اورا را میکنیم که این انسان توبه کنه و به سوی خدا بازگرده. خداوند مهربان است. قسم به الله همه اسیخ توبه کنه، همه قدر گمراهی، همه قدر بدبختیش قد خدا با میپذیرشه، خدا با میبخششه. سخنی بدم برای این حیف های حتی سخنی نکم اون است. خب برادرای عزیز، وقتی شما را زیاد نمیگیریم، کسی که تا آخر ما را تماشا کرد خوشا به حالتون و از همه شما من خواهش میکنم که همین ثبت در همه شبکه‌هاتون نشر کنین. اگر بخواین که یک افلاسی تازه شود، یک افلاس نیست شود، بخواین نمیاد، یا اینکه یک افلاس توبه کنه و به سوی خدا برگرده، همه بخواین همه ثبت و تمام شبکه‌ها نشر کنین. خداوند یار و مددگارتون باشد. در حق ما با دعا باشین. فی امان الله.